حکایت از آدم و حوا سر می شود که به جای خدا به شیطان گوش دادند. آنها به اطاعتی کردند و مناسبت‌هایشان با خدا ویران شدند. آنها اولین شده گناه و نتیجه آن مرگ را از سر گذرانیدند. آنها بدنشان را با برگ‌های درخت پوشاندند، اما این لباس‌ها به خدا معقول نشدند. به جای آن او با آنها از پوست حیوان لباس پوشاند. خدا خودش بار اول حیوان را قربانی کرد تا شرمندگی آنها را پوشاند. آدم و حوا دو فرزند داشتند، قابیل و هابیل. قابیل از حاصل رویانیده اش قربانی کرد. هابیل حیوانی را کشته قربانی خونی آورد. خدا قربانی هابیل را قبول کرد، اما از قابیل را نه. چرا؟ چون که گناه مرگ می طلبد، ما را از خدا جدا می کند و باید در عوضش حیات داده شود. قابیل از حسد هابیل را کشت و آدمان زیادی را به راه بدی روانه کرد. بعد صدها سال احوال چنان بد شد که خدا به خلاصه آمد که هیچ کس لایق زیستن نیست، هیچ کس غیر از نوح و عائله‌اش. خدا به نوح فرمود که کشتی سازد و با این کار چنین خبر را رساند: جزای گناه ناگزیر است و یگانه راه خلاص شده رحم خدا را گرفتن کشتی است. آدمان نوح را مسخره می کردند تا دمی که باران بارید و آب همه جا را پوشاند و آدمان به این تیار نبودند. آبخیزی تمامی آدمان و حیوانات را کشت. تنها نوح، عائله‌اش و حیواناتی که خدا به کشتی آورد نجات یافتند. بعد ابراهیم پدر ایمان آمد. خدا با او گفت که پسرش را بر کوه قربان کند. ابراهیم غمگین شد، اما به خدا اطاعت کرد. او ایمانش را در عمل نشان داده پسرش را به کوه موریا برد. اما همین که ابراهیم پسرش را کشتنی شد، خدا او را باز داشت و به جای پسرش حیوانی را پیشکش کرد. حیوان به جای پسری او شد و جانش را خرید. 400 سال گذشت و خدا موسی را فرستاد تا خلقش را از مصر بیرون آورد. فرعون شاه مصر این را نمیخواست و خدا او را با 10 بلا جزا داد. هنگام بلای آخرین خدا فرشته مرگ را فرستاد تا یکم پسری هر عائله را کشد. به خلق فرموده شد که بره کشته خونش را به پهلودری ها مالند. فرشته خون را دیده می فهمید که بچه های این خانه با قربانی خلاص کرده شدند. یهودی یا مصری، غلام یا آزاد، اگر به خدا گوش کنند فرزندانشان نجات می یافتند. وگرنه آن شب پیشگویی موسی اجرا شد و در مصر در هر عائله‌ای که مرحمت خدا و قربانی را رد کرد آه و ناله بلند شد. دیرتر موسی به خلق تورات را داد که خدا در آن راه پوشاندن گناه آدمان را بیان کرده است. گناهگار حیوانی را نزد کاهن آورده، چون رمزی به حیوان گذشتن عیب و گناههایش دستانش را به سر آن میماند. بعد حیوان قربانی کرده میشد، خونش میریخت، گناههای شخص رو پوش میشدند. شاه داوود و پیغمبران به تورات پیروی میکردند، اما در فکر بودند آیا خون حیوانات حقیقتا گناه ها را روپوش میکند یا آنها رمزها بوده به آینده اشاره میکردند. داوود آیید شاه مسیح می آمده پیشگویی کرد. او از نسل شاه داوود بوده در قدرت حکمرانی خواهد کرد، اما خاکسار و رحمدل خواهد بود. این مسیح بی گناه، بی عیب، کامل، پاک خواهد بود. او عذاب کشیده می میرد و قربانی حقیقی می شود. او قربانی بزرگ می شود. عیسی در عاقل زاده شد چون که برایش خانه یافت نشد. او از اولاد شاه داوود اما کمبغل بوده از باکره پاک زاده شد. چوپانان فلسطینی و خردمندان بای از شرق برای جلال دادن کودکی آمدند که حقیقتا همان مسیح بود که نوشته ها آیید او گفتند. عیسی محبت، راستی، صلح را موعظه می کرد. او دریدگری خاکسار اما فیلسوف عالی جناب بود. او درویگان را که به خدا نه به مراسم ها دقت می دادند عیبدار می کرد، اما او را بیچارگان، حلیمان، گناهکاران دوست می داشتند. او کر، کور، معیوب و دیوزده را شفا می داد. او حتی مرده ها را زنده می کرد. مردی بی خانه، استاد آواره‌گرد که دوستداران خدا را به حیات پره دعوت می کرد. عیسی خدا را پدر نامیده نشان می داد که خدای توانا آدمان را چون پدر دوست می دارد.
خدا خواست با آدمان چون با فرزندان مناسبت کند، اما یک مشکلی بود: آنها گناهکار و خدا پاک است. گناه های انسان ها از آدم سر کرده آنها را از خدا جدا کرده بود. او می دانست که برای برگرداندن آنها چی باید کند. یحیای غوطه‌گر عاید عیسی گفت: اینک بره خدا که گناه جهان را می بردارد. عیسی مسیح بود که انتخاب شده بود تا قربانی بزرگ شود. او که بی گناه، پاک، کامل و راستکار بود، باید مزد گناه را می داد. بی عیب در عوض عیب داران، مقدس در عوض آدمان گناهکار. او این را برای آن کرد که مزد گناه آدمان را داده آنها را از گناه آزاد کند و مناسبت‌های خوب را با خدا که آدم از دست داده بود برقرار کند. عیسی در صلیب نه با دست یهودیان یا رومیان، بلکه با دست خدای پدرش قربانی شد. خدا عیسی را برای اجرای نوشته پیغمبران قربان کرد که او باید بره خدا شود که گناه‌های جهان را، گناه‌های ما و شما را می‌بردارد. اما بعد 3 روز خدا عیسی مسیح را زنده کرد، چون وعده برای کسانی که به او ایمان می آورند آنها نیز برای حیات ابدی زنده می شوند. بعد از آن عیسی به شاگردان وعده داد که برمیگردد، اما این دفعه چون داور و شاه. مسیح تحفه خدا به آدمان است تا در گناه‌هایشان نمیرند، از خدا جدا نشوند، بلکه با قبول قربانی او از نو به خدا مناسبت کامل داشته توانند. اما چون هر تحفه تا آن را نگیرید، آن از شما نیست.